دوستان الان صدا رو دارین؟ خیلی جلسه قبل رو به اصطلاح با اینجا شروع کردیم که گفتیم توی تحلیل تکنیکال این فرض رو داریم که همه چیز در قیمت منعکس میشه. اگر تغییری داخل کارخونه توی دارایی‌های کارخونه رخ داده، یا اگر که سودآوری شرکت متفاوت شده، یا حتی هر اتفاقی از این دست افتاده، اینها داخل قیمت خودش رو نشون میده. و بعد گفتیم که نمودار قیمت، ما انواع مختلف نمودار داریم که ما از نمودار کندلستیک استفاده میکنیم که 4 جزء مهم داره این نمودار کندلستیک. قیمت پایین هست، قیمت بالا هست، حداقل و حد اکثر قیمت، و گفتیم که یک قیمت شروع و قیمت پایان داریم. حالا اگر که سهم زمانی که بازار باز میشه از یک قیمت شروع بشه و رو به بالا باشه، ما این کندل رو سبز میکشیم، و اگر قیمت انتهای بازار از قیمت ابتدای بازار کمتر باشه، این کندل رو ما قرمز میکشیم. و یه نمودار رو هم با هم دیدیم که حالا خب این رو میریم جلو، نمودارهای بیشتری رو میبینیم. بحث دیگه‌ای که کردیم بحث خطوط حمایت و مقاومت بود. گفتیم که این خطوط یه خط فرضی هست که هر زمان که قیمت میاد و به این خطوط حمایت یا مقاومت برخورد میکنه، تغییر جهت میده. و این نموداری که الان داریم میبینیم، خط حمایت خطی است که زیر سهم قرار میگیره و هر زمان که قیمت سهم میاد به این خط فرضی میخوره، دوباره برمیگرده بالا. ببینید که حالا مثلا برخوردهایی که اینجا داریم، اینجا داریم، اینجا داریم، این خط حمایت هست. و خط مقاومت رو گفتیم خطی است که بالای قیمت قرار داره و هر موقع قیمت میاد به اون خط میخوره، واکنش منفی نشون میده و برمیگرده پایین و باعث کاهش قیمت به اصطلاح خواهد شد. البته اینها دائمی نیستند، بالاخره هر خطی یه موقعی ممکنه که شکسته بشه. کما اینکه توی این محدوده اگه نگاه کنیم، این خط مقاومت بوده که چندین بار قیمت اینجا بهش برخورد کرده برگشته، اینجا برخورد کرده برگشته، اینجا برخورد کرده، یه شکست فیک، حالا به اصطلاح شکست غیر واقعی رخ داده برگشته، تا نزدیکاش اومده برگشته، برخورد کرده برگشته، و اینجا نهایتا تونسته خط حمایت رو، خط مقاومت رو بشکنه و بالا بره. و گفتیم که خط روندها حالا مستقل از اینکه حمایتی هستند یا مقاومتی، میتونن صعودی باشن یا نزولی باشن یا خنثی باشن. توی بحث بازار خرسی و گاوی رو مطرح کردیم که توی بازارهای خرسی به اصطلاح بازارهای نزولی سقف‌ها مهم هستن که هر سقف پایین‌تر از سقف بعدی باشه، و توی بازارهای گاوی یا صعودی مطرح شد که هر کف بالاتر از کف قبلی باشه. کما اینکه توی این نمودار هم اینجا داریم میبینیم که کف‌ها بالاتر هستن. مثالی زدیم از خطوط حمایت و مقاومت که بچه ها اینجا توی پرانتز ببینید، ما غیر از خط کانال هم داریم، یعنی علاوه بر این که یک خط حمایتی اینجا داریم و یک خط مقاومتی اینجا داریم، اینها رو پاک کنم، یه خط مقاومتی اینجا داریم، یه خط حمایتی این پایین داریم، اینها داخل یک کانال هست و قیمت داره داخل این کانال بالا و پایین میشه. بحث دیگه‌ای که مطرح کردیم و با هم داشتیم اینه که قیمت ممکنه یک خط روند طولانی مدت داشته باشه که داخلش روندهای کوتاه مدتی هم وجود داشته باشه. به عنوان مثال یک خط روند بلند مدت صعودی داریم که در حینش خطوط
کوتاه مدت داریم و گفتیم بسته به استراتژی هر کدوم از ما میتونه ملاک هامون متفاوت باشه. اگه خاطرتون باشه گفتیم اونی که بلند مدتیه میخواد این ابتدا بخره، دیگه کاری به این نوسان های وسط کار نداره و اینجا که حالا نه اینجا میخواد بفروشدش. این یه جور خرید میکنه. کسی که نه توی دوره های زمانی کوتاه مدت میخواد معامله انجام بده، این ابتدا میخره اینجا میفروشه، اینجا دوباره میخره تا اینجا میفروشه. بچه تا الان سوال اگه هست؟ خب اگه سوالی چیزی بود بفرمایید، یا اگه احیانا مثل جلسه پیش قطعی به وجود اومد حتما تماس با من بگیرید. حتما با من تماس بگیرید تا یه لحظه بچه ها. خب بیا بالا بابا. چی؟ خب بیا بالا. خب ببخشید بچه ها. بحث اعتبار خط روند رو داشتیم و گفتیم که هرچی خط روند شیبش کمتر باشه پایدارتر هست و هرچی شیب به سمت 90 درجه نزدیک بشه ناپایدار هست و خطوطی که شیبشون از 45 درجه کمتر یا به صفر نزدیک میشه هرچند خط روندهای پایداری هستند در ظاهر، اما خب اون رشد مورد انتظار ما رو به ما نمیدن. به این دلیل خیلی اینها هم برای ما خط روند مطلوبی نیستند و خط روند مطلوب برای ما خط روندی هست که به اصطلاح هم پایدار باشه، یعنی اینکه به 45 درجه نزدیک باشه. این خط روند برای ما پایداری بیشتری رو داره به نسبت سایر خط روندها. خیلی خوب. جلسه اول رو اینجا تمام کردیم و جلسه دوم مواردی که مطرح کردیم ادامه اعتبار خط روند بود. گفتیم که هرچی تعداد برخوردها با خط روند بیشتر باشه اون خط معتبرتره، مثل این خطی که اینجاها تمام برخورد وجود داره. و گفتیم زمانی که نمودار قیمتی از خط روند فاصله میگیره اون نمودار قیمتی، اون خط روند اعتبارش از بین میره. به عنوان مثال این تصویری که این پایین داریم عملاً از این نقطه‌ای که من خط سبز رنگو دارم میکشم دیگه خط روند عوض شده و خط روند یک همچین شکلی میگیره، به اصطلاح شیب خط روند عوض میشه. و بعد گفتیم بهترین نقطه خرید، ما دو مدل معامله داریم. یه موقع هست که معاملات حالت نوسانی داره، یعنی شخص اینجا میخره اینجا میفروشه اینجا میخره اینجا میفروشه. خب این یه مدل نوسانگیری هست که کارم کار سختی هست، یعنی کار هر کسی نیست. یه موقع هم هست که آدم میخواد خرید مطمئن داشته باشه. خب مجبورم نیستیم که حتما یه سهم رو بخریم. اگر میبینیم این سهم داخل روند نزولی هست این رو کنار میذاریم، میریم سراغ یه سهمی که روندش مناسب تر باشه. حالا این سهمی که روندش نزولی هست رو کی ما شروع به خرید میکنیم؟ زمانی که اولین نشونه های شکست سهم رو شکست روند نزولی رو ببینیم. ببینید ما گفتیم که توی
روندهای نزولی همیشه کف ها مهم هست. ببینید من اینجا کف ها رو اگه دارم میکشم، توی نقطه A اولین بار کفی ایجاد شده، این کفی که تو نقطه A ایجاد شده بالاتر از این آخرین کف قیمتی هست، پس احتمال این رو میدیم که روند نزولی شکسته شده. کف بعدی، کف C، هرچند یک کوچولو از A اومده پایین تر، ولی باز از اون کف مورد نظر ما بالاتر هست و زمانی که نهایتا این نمودار این نقطه رو که من با ضرب در مشخص میکنم رد میکنه، میشه گفت مطمئن ترین جای خرید هست. یعنی مطمئن ترین جای خرید میشه زمانی که کف ها میاد بالاتر و نمودار قیمت خط روند نزولی رو میشکنه و برعکسش اگر یه خط روند صعودی رو ما داشتیم، اینجا رو ببینید، فرض کنیم که ما این نمودار رو داریم و یه خط روند صعودی رو داریم، حمایت زیرش رو این خط حمایتیشه. ما اگر که اومدیم و سهم رو اینجا خریدیم یا هر کدوم از این نقاط برخورد به خط حمایت، اینجا که رسیدیم و سهم اومد خط حمایتی رو شکوند، این احتمالاً دو حال بیشتر برای این سهم نمیشه متصور شد. یا اینکه اینجاها داره رنج میزنه، یعنی دیگه افتی نداره ولی فعلا یه بازه زمانی داره خودشو نگهداری میکنه، یا اینکه ممکنه افت کنه و بیاد پایین. اینه که اینجا هم میشه بهترین نقطه فروش. و بریم جلوی. فکر میکنم جز آخرین مطالبی بود که مطرح کردیم. توی روند نزولی خیلی حواسمون باشه گول اینو نخوریم که مثلا میگن این سهم لیزینگ مثلا ایرانیان از 960 تومن مثلا اومده الان شده 600 تومن، خیلی خوبه بخرید. نه، روند هنوز نزولیه، ما مطمئن نشدیم که روند برگشته. روی 500 تومن نه، روی 400 تومن نه، روی 300 تومن نه. زمانی ما میتونیم مطمئن بشیم از خرید سهم، زمانی ما میتونیم سهم رو بخریم که از اتمام روند نزولی مطمئن بشیم. به خصوص سهمی مثل این سهم که یه رشد این شکلی داشته، 600% رشد داشته، از حدود 200 تومن رفته تا حدود 1000 تومن، 500% رشد داشته. خب حالا با 50% ریزش چنین سهمی رو ما سراغش نمیریم. یا این نمونه که حالا نمودارش جدیدتر، مال ایران خودرو، همین چند روز اخیر هست. یه نکته رو من بعداً آموزش میدم ولی مثال نقضش رو الان بزنم. اگر زمانی یه خط حمایت افقی به اصطلاحاً استاتیک و یه خط مقاومت دینامیک مورب با هم تداخل پیدا کنن، اون زمان احتمالاً نقطه مهمی است. یعنی این نقطه‌ای که من الان یه حالا خط مشکی کشیدم دورش، یه نقطه حمایتی خیلی مهم هست. ببینید که سهم اینجا خورده و برگشته. اما این قسمت رو ببینید، بذارید اینجا رو من با قرمز بکشم. ما اینجا یه خط حمایتی سبز خطچین داریم و یه خط و یه خط حمایتی اینجا داریم. ببینیم توی این نقطه هم حمایت به اصطلاح هرچند تداخل این دو نقطه هست، اما حمایت عمل نکرد و قیمت سهم بر نگشته بالا، قیمت سهم مجدد برگشته پایین. چنین نقاطی رو بهش میگن نقاط حمایتی PRZ Potentially Return Zone. معمولا اینجاها، همچین جاهایی قیمت سهم باید مثلا
یه کندل سبز بزنه برگرده بالا، کندل سبز بزنه برگرده بالا، مثل اینجا. البته میگم وحی نیست، یه موقعی مثل الان ایران مثل این سهم خودرو این اتفاق نیفتاده. بحث دیگه‌ای که مطرح کردیم بحث حجم معاملات بود. حجم معاملات هم معمولا توی پیک قیمتی، یعنی وقتی سهم یه رشد خوب کرده و توی سقف قیمتی داره یه معامله حجم زیادی معامله میشه، این نشونه خطر است. نشونه اینه که سهم در آستانه ریزشه. ببینید حجم معامله این 2 روز رو به نسبت حجم معاملات روزهای قبلش خیلی کمه و حالا میبینید که از 2 روز بعدش کندل قرمز و بعدم شروع افت قیمت سهم بوده. و آخرین نکته‌ای که گفتیم اون بحث نظری دادن و بحث بازیگر. یه نکته رو من فقط توضیح بدم، بازیگر رو چون اون جلسه پرسیدن. ببینید بازیگر یک شخص ممکنه حقیقی یا حقوقی، یعنی ممکنه خود مالک شرکت باشه، ممکنه حتی مالک شرکت نباشه، یه آدم پولداری که اومده سهم رو گرفته و میخواد با سهم بازی کنه، به اصطلاح قیمت سهم رو ببره بالا و رشد بده. همچین افرادی بهشون میگیم بازیگر، کسانی که قیمت سهم رو بالا و پایین میبرن. خب سوال از 2 جلسه قبل؟ بچه ها شما سوال؟ نه. آقا طاها، آقا محمد حسین سوال؟ خیلی خوب. ببینید حالا اینجا رو شما من زوم کنم یه کوچولو. این قیمت سهم اومده توی یک کانال نزولی هست، یعنی ما این پایین که خط قرمز دارم میکشه، ضربه در قرمز میزنم، ما یک کانال خط حمایتی سهمو داریم. این بالا رو که دارم با ضربه در سبز نشون میدم، خط مقاومتی داریم. قیمت سهم داره بین اینجاها حرکت میکنه. حالا بچه ها یه سوال، اگر که من خب الان تصویر کلی رو ببینیم، این روند نزولی شکسته هم شده. خب اما میخوایم ببینیم چند نقطه اگه خرید کرده بودیم چه اتفاقایی میافتاد. فرض کنیم که سوال اول این از کانال نزولی خارج شده قیمت سهم و بالا هم اومده. الان من سهم هنوز نخریدم، تو این دایره قرمز به نظرتون باید بخرم یا نه؟ الان به نظرتون اینجا باید بخریم یا نه؟ این نقطه قرمز به نظر شما جای خرید هست یا نه؟ خب اینجا زهرا میگه که اینجا یه خط حمایتی سعودی این زیر میبینه و درست هم میبینه، ولی اینجایی که هستیم هنوز با این خط حمایتی فاصله داره. این ور رو هم ببینید، خب این بالا هم یه خط مقاومتی داریم احتمالاً دیگه. اینجا خریدش خیلی، بچه با هم صحبت نکنیم، اینجا خریدش خیلی خریده معقولی نیست. اینجا ببینید ما یه محدوده مقاومتی هم داریم که این با مستطیل باکس بنفش گرفتمش، خب کشیدمش. اینجا جای خریدی نیست. اوکی قیمت سهم خوبی ولی از دست دادیم موقعیت رو. یه سوال، اگر اینجا اوایل آبان، اینجا میشه تقریبا اوایل آبان دیگه، اینجا خریده بودم چی؟ خب جای خوب اینجا سهم خریده بودم رفته بود بالا، اینجا باید چی کار میکردم؟
توی این سقف کانال نزولی. اگه بخوایم خیلی کم ریسک عمل کنیم، من میام توی این سقف کانال نزولی، آفرین درست گفتی، اینجا بخوام خیلی کم ریسک عمل کنم، اینجا میفروشم، صبر میکنم، اگه اومد پایین، یعنی مثل موقع های قبل اومد پایین، دوباره اینجا میخرم. اگر نه بالا رفت، صبر میکنم یکی دو کندل مطمئن بشم روند صعودی جدید شکل گرفته، اینجا میخرمش دوباره. درسته که 1% از سود رو این وسط از دست دادم، اما خیلی امن عمل کردم. میتونم هم نفروشم، یا حالا مثلا بیام فاکتورهای مختلف رو ببینم، یا اینکه مثلا سهم یه قسمتیش رو سیو سود کنم، به اصطلاحاً یه قسمتی از سهم رو بفروشم، یه قسمتی رو نگه دارم ببینم چه اتفاقی میفته. و حالا سوال، اگر اول خرداد خریده بودم، این نقطه‌ای که آبی هست چی؟ اینجایی که دایره آبی هست چی؟ اول خرداد خریدم، اومده پایین، کلی ضرر کردم، دوباره رفته بالا، قسمتی از ضررام جبران شده، ضرر کردم، اومده اینجاها تقریبا ضررم جبران شده و از اینجا به بعد تو سودم. الان چی؟ بازم مستقل از این که کجا خریدم، بازم اینجا جاییه که باید سیو سود کنیم، چون نزدیک یه محدوده مقاومتی هست. پس بچه‌ها یه نکته، مستقل از این که من اینجا خریدم یا اینجا خریدم، خب زمانی که به محدوده مقاومت میرسم بفروشم. آره اگه اینجا خریدم اینجا بخوام بفروشم، سودم خیلی کمه، ولی خب نقطه خریدم اشتباه بوده. دلیل نداره که چون نقطه خرید اشتباهی رو انتخاب کردم، نقطه فروشم رو هم اشتباه انتخاب کنم. درسته؟ اینجا نقطه فروش هست، اینجا باید فروخت. بچهای آنلاین این قسمت رو متوجه شدی؟ آقا تا متوجه شدی این قسمت رو؟ این نکته مهمی هست. ولی شاید بشکنه مقاومت. آره شاید بشکنه، گفتم ریسکه، ممکنه مقاومت رو بشکنه، اما ما میخوایم که کم ریسک ترین حالت رو داشته باشیم. یعنی توی بازار بورس، توی بازار بورس به خصوص وقتی که بازار بورس بازار کم سودی هست، بازار نزولی هست، ضرر نکردن خیلی مهمتر از سود کردنه. این رو حواسمون باشه. رسیدیم به اون بحث مقاومت استاتیک و دینامیکی که صحبت میکردیم. ببینید این نمودار پارس خودرو هست، نمودار طولانی مدتش هم هست، از سال 99 تا الانه. من اینو یه کوچولو اول اینجا رو زوم کنم. ببینید سال 99 اینجا یه محدوده حمایتی مقاومتی بوده و سهم خوب بازی کرده. این محدوده حمایتی مقاومتی سال 401 و 402 هم عمل کرده و اینجاها تو این محدوده به عنوان مقاومت عمل کرده، اینجا شکسته و بعد تبدیل شده به حمایت تو یکی دوتا کندل و اینجا باز حمایت شده. یعنی این خط در هر حال خط مهمی هست. این کف هم اینجا هم داریمش. خب خطایی که افقی هستن بهشون میگیم استاتیک، اسم فقط، هیچ فرقی نمیکنه. خطایی که زاویه دار هستن بهشون میگیم دینامیک. بچه ببینید این خط قرمزه، اینی که روش ضربه در سبز بذارید، این خطی که اینجا داریمش، این خط قرمزه یه خط مهمه، توی این محدوده ها به عنوان حمایت عمل کرده، اینجا حمایت عمل کرده، اینجا اوکی از دست داده، اما اینجا که رسیده این خط یه خط تبدیل شده به یه خط مقاومتی بلند مدت. خب این خط مهمیه. یه نکته فقط، معمولا خطوط استاتیک یعنی خطهای صاف زاویه ندارن، نه صاف عمودی که این شکلی که نداریم، خطایی که زاویهشون 0 درجه است قدرت بیشتری رو دارن، معتبرتر هستن، محکمتر هستن. چرا معتبرتر و محکمترن؟
یادتونه توی جلسه قبل گفتیم که اگر چند تا خط روند داشته باشیم، یکی زاویهش 45 درجه باشه، یکی زاویهش بیش از 45. چقدر زشت کشیدم. 45 مطمئن. آفرین. یکی زاویهش پایین تر باشه، هرچی زاویهش پایین تر باشه مطمئن تره، ولی گفتیم اونایی که زاویهشون پایینه سوددهیشون برای ما کمتره. برای کسایی که میخوام بذارن دیگه برن. آره. خب بچه این بله نه ها مال چیه؟ مال متوجه نشدنه یا مال چیز دیگه است؟ نه سوالی نداری؟ آها خیلی خوب. اگه اینجا رو ببینید، باز ما یه مفهومی داریم به نام کانال که توی خلاصه جلسه قبلم زیر پوستی توضیح دادم. ما یه خط روند حمایتی رو اینجا داشتیم، خب یه خط روند مقاومتی رو هم اینجا داشتیم. سهم داره بین این دوتا خط حرکت میکنه، به این میگن کانال. ممکنه کانال صعودی باشه، ممکنه کانال نزولی باشه، یا ممکنه کانال خنثی باشه. معمولا یه خط چینم وسط این دوتا خط میکشیم، میشه خط میانه کانال. این هم تا حدودی از اعتبار رو داره، خط میانه کانال. و زمانی که یک قیمت سهم بخواد بالا و پایین بشه، زمانی که از این کانال خارج بشه، میگیم قیمت سهم یه تغییر خیلی مهمی رو داشته. تا اینجا سوال؟ بچه ها سوال؟ بگو. کانال نمیشکنه مثل مقاومت رو. چرا کانال هم میشکنه. وقتی خط حمایت و مقاومت میشکنه، کانال هم میتونه بشکنه. شما سوال داشتی؟ برطرف شد. خیلی بچه ها اینجا ببینید، خب بلش کنیم، این سوال رو رد کنم، الان یه مقدار سخت. این نمودار رو ببینید بچه ها، دقت میکنید اینجا رو. این نمودار رو ببینید، کاری نداریم چه سهمی است، اما بالا و پایین بالا و پایین، خیلی بالا و پایین داشته. خب ما اینجا یه خط استاتیک داریم، کجا بذارم؟ اینجا بیام. خب ما اینجا یه خط استاتیک داریم. این خط استاتیک ببینید اینجا نقش مقاومت رو داشته، اینجا که شکسته شده اینجا نقش حمایت رو پیدا کرده، اینجا حمایت، اینجا خط شکسته شده، اینجا شده مقاومت. یه خط استاتیک مهم هست. این پایین هم یه خط استاتیک مهم رو باز ما داریم. خب از اون طرف این دوتا خط زرد رنگ رو هم ببینید، خطوط دینامیک هستن که حالا بالایی خط حمایتی، پایینی خط مقاومتی هست. جاهایی که خطوط استاتیک و دینامیک با هم برخورد میکنن بهشون میگیم نقطه PRZ. یه چیز خیلی مهم دارید یاد میگیرید. تا الان میگفتم حمایت و مقاومت هست ولی امکان شکست شدنش وجود داره. خب الان دارم بهتون میگم که هر جا که یه خط استاتیک و یه خط دینامیک با هم تداخل پیدا کردن، اون نقطه رو بهش میگیم نقطه PRZ، Potentially Return Zone، منطقه با احتمال بالای بازگشت. این نقاط مهمی هستند. دو تا خط با هم واکنش نشون میدن. اینجا رو بذارید زوم کنم. خودم بیام اینجا. ببینید اینجا وقتی قیمت سهم میاد میخوره اینجا، احتمال بازگشتش خیلی زیاده. اگر اینجا نتونستیم سهم رو بفروشیم دیگه اینجا جای فروش نیست، اتفاقا جای خریده تا بره بالا.
اینجاها رو ببینید، اینجا تداخلی نداشته و خیلی راحت نرخ رو شکسته. ولی باز این قسمت، من بیارم وسط صفحه، این قسمت که تداخل بوده احتمال بازگشت خیلی زیاده. بچه پایین رو هم ببینید، حجمی هم که توی این منطقه معامله شده، حجمی هم که تو این منطقه معامله شده زیاده. یعنی خیلی ها بودن که به این منطقه توجه کردن و واکنش نشون دادن، خریدن سهم رو. هرچند سهم حالا بازار خوبی نبوده، یه مدت رنج شده، ولی همینایی که اینجا خریدن، دسته دومی که اینجا، باز اینجا نزدیک این خط حمایتی استاتیک خریدن، اومدن و تو این حول و حوش شروع کردن فروختن. یعنی توی یه بازاری که منفی بوده، توی یه بازاری که رنج بوده، یه سود از اینجا تا اینجا رو کسب کردن. ببینید چه حجم زیادی باز معامله شده. تو بازار منفی تونستن سود کسب کنن. و خب با یه نکته خیلی ساده، با یه نکته‌ای که جزء اولیه ترین اصول تحلیل تکنیکال هست، دارن سود کسب میکنن و مهم اینه که ما اینها رو یادمون بمونه. باز اینجا یه نمونه دیگه از PRZ. شما پرسیدی، گفتی که کانال عوض میشه یا نه. ببینید توی، من باز زوم کنم این وسط، نمودار ایران خودرو اینجا داشته حرکت میکرده، قیمت سهم اینجا توی کانال بوده، خورده به سقف، اومده به کف. اینجا بچه یه نقطه PRZ داریم، برگشته بالا، کانال رو شکونده، رفته توی کانال دیگه. آفرین. این خط بالایی کانال قبلی که تا الان مقاومت بوده دیگه تبدیل شد به خط حمایتی. همین خطی که اینجا نقطه مقاومت بوده، نمیذاشته قیمت بره بالا، وقتی اینجا شکسته شد، اینجایی که تیک میزنم، و از این به بعد دیگه تبدیل شد به نقاط حمایتی جلوی افت قیمت. بچه یه نقطه PRZ دیگه اینجا، نه خطی هم پاک کنم که ببینید، یه نقطه PRZ اینجا، یه نقطه PRZ اینجا، اینجایی که خط کانال شکسته شد، رفت کانال بالاتر، خط مقاومتی تبدیل شد به خط حمایت. باز اینجا ببینید، اینجا دوباره کانال شکسته شده. من از زوم، حالت زوم خارج شم، ببینیم که میتونیم کانالی تشکیل بدیم یا نه. دقیقا همین. آفرین مهدی، کانال تشکیل میشه. یعنی اینجا ببینید یه، حالا من یه مقداری، بچه من حدودی دارم میکشم، اما اینجا میتونه یک کانال باشه. کانالش خیلی معتبر نیست، یادمون باشه. چی؟ سود؟ نه. میدونین چرا میگم کانال معتبر نیست؟ چون که برخوردش کمه، چون فاصلش زیاده، چون شیبش زیاده. آفرین. همه اینا یعنی این که این کانال معتبری نیست. اولین جایی که سودش راضی بود، گفتم اوفی سریع بفروشم، به این فکر نکنم که اوکی برمیگرده. وقتی از این بالا داره میریزه، میاد به این کانال نزدیک میشه، احتمال اینکه این به این حمایت نزدیک میشه، احتمال اینکه این حمایت رو بشکنه زیاده. خب بچه ها سوال، این قسمت واضح بود؟ بچه های آنلاین اگه واضح بود 42، اگه مبهم بود 24. خب میخوام ببینم خوابن یا بیدارن. آفرین خیلی خوب. خب بچه ها کی میشه که خط روند میشکنه؟ نگاه کنید، یه چیزی من واضح بهتون بگم. برای شکسته شدن خط روند از پایین، خب به اصطلاح کف، خیلی واضح نمیتونیم از رو حجم به نتیجه برسیم که خط شکسته شده. ولی زمانی که توی سقف یه حجم زیادی خورده میشه، احتمال خیلی زیاد
یه اتفاقی میخواد بیفته. اینجا رو ببینید یه روند صعودی بوده. خب توی این روند صعودی این مال چه روزی هست؟ اینجا ببینید یه تعداد زیادی، من اینو ذره بین رو بیارم اینجا رو زوم کنم، یه تعداد زیادی اینجا فروختن سهم رو. یه عده‌ام کلاه سرشون رفته به هوای اینکه سهم میخواد رشد کنه خریدن و چند روز بعد از این حجم زیادی که خورده، ببینید چند روز بعد از این حجم زیادی که خورده قیمت سهم افتاده. بچه احتمالاً همین امروز یا شاید جلسه بعد یه چیز خیلی خوب بهتون بگم، فقط الان بگم که اسمش آشنا باشه براتون. به این میگن الگوی سنجاقک. سنجاقک بچه 2 تا بال داره، یه بدن بزرگ. به این میگن الگوی سنجاقک. این الگوی سنجاقک شما این درس که یاد بگیرید میتونید بفهمید که اینجا که الگوی سنجاقک رو دیدید بعدش روز بعدی کندل قرمز بود، سریع بفروشید، کلاه سرتون نره. نشونه داریم اینجا هم ببینید، اینجا هم به این میگن الگوی سنگ قبر. اینها رو دارم میگم که اسمش آشنا باشه براتون و بعداً توضیح میدم. یه سنگ قبر اینجا داشتیم، یه سنجاقک اینجا داشتیم، یعنی اینکه روند صعودی دیگه داره به آخراش نزدیک میشه و اگر سهم رو داریم باید بفروشیم دیگه. اینجاها جای خریدن نیست. یه سنگ قبر اینجا دارم، یه سنجاقک اینجا دارم، اینجا باید میخریدم. اینم سنگ قبره بچه ها، این قرمزه که گرفتم، ولی سنگ قبر انتهای یه روند نزولی خیلی فرق داره با سنگ قبری که بعد از کلی صعود بوده. سوال؟ نه. خیلی خوب، من دوباره خودم رو بیارم. کجا بذارم که رو نوشته ها نباشم؟ اینجا باشم؟ نه. پولبک یعنی چی زهرا؟ بکش عقب نشینی کن. خب داستان چیه بچه ها؟ ببینید بیام این بالا، اینجا سهم اومده خورده به این خط مقاومت، برگشته خورده خط مقاومت رو شکونده، یک بار میاد دوباره تا نزدیک خط مقاومت میخوره به خط مقاومت برمیگرده. به اینجا پولبک. بعضیا میخوان یه خود رمانتیک باشن میگن بوسه خداحافظی. خب بچه الزاماً پولبک قرار نیست بیاد دقیقاً بخوره به خط و برگرده ها. ممکنه تا نزدیکای خط بیاد و برگرده، ممکنه بیاد یه کوچولو هم خط رو بشکنه برگرده. خب این که واضحه، ما به این میگیم پولبک. این واضحه، به اینم میگیم پولبک. بچه این اگر اومد پولبک ولی به کف قبلی نرسید و برگشت، به این میگیم پولبک. خب ولی پولبک رو نفهمیدید، حالا دوباره براتون میگم. نگاه کنید، سهم داره توی، بذار اینجا بکشم، فرض کنیم ما این کانالمونه. تو دنیای واقعی بچه ها اول رو نمودار سهم کانالو میکشیم. من الان چون میخوام توضیح بدم و میخوام اشتباه نباشه کانالو اول میکشم، بعد توی کانال سهم رو رسم میکنم. فرض کنیم یه همچی سهمی رو داریم. خب اینجا بذارید حالا نزولیش رو بکشم، یه همچین سهمی رو داریم بچه. اینجا سهم یه حجم زیادی هم خورده، روزهای دیگه حجمش کمتر بوده. نه همه فروختن.
اینجا وقتی این حجم میخوره از اینجا هم اومده به نظر من نمیره بالا، یا تو فرض ما نمیره بالا، اینجوری بگم. خب اینجا قیمت سهم یه کوچولو میاد پایین، خط حمایت رو هم شکونده، یعنی کانال عوض شده، میاد بالا. یه عده میگن آخ جون آخ جون این دوباره میخواد بیاد برگرده توی کانال، ولی نه، این اتفاق نمیافته، اینجوری میاد. داستان چیه بچه ها؟ خط حمایت رو شکونده رفته پایین، یه دور بر میگرده دوباره به افت دیگه، به افتش ادامه میده. این یه دور برگشتنه چیه؟ این یه دور برگشتنه مال زمانی هست که مثلا من و شمایی که سهم رو داریم تو این محدوده نفروختیم، میگیم نه بر میگرده، نه ایشالله بر میگرده، من دوست دارم هنوز سود کنم. امثال ماهایی هستیم که یه کوچولو هم میایم اینجا و بر میگرده پایین. حالا پولبک میتونه اینوری باشه، میتونه برعکس باشه بچه ها، میتونه همون تی بود. آفرین. ببینید سنجاقک کمک می‌کنه. من روند حالا سنجاقکه رو میگم، حالا بهتون نگفتم هنوز، ولی این دفعه فرض کنیم که این سهم توی کانال نزولی بوده، داشته میرفته. بچه اینجا تو این مدت حجم خورده. اون بازیگره، اونی که نظری داشت پخش میکرد، خب تو تمام این مدت ها جمع کرده سهمو. از اینجا قیمت سهم میاد بالا، اینجا سقف کانال حمایتی مقاومتی رو هم میشکنه و میره بالا. ممکنه یه کوچولو برگرده و دوباره بره بالا. اونایی که اینجاها نخریدن گفتن صبر میدیم بیاد پایین، اینجا که اومد میگن آخ جون دیدین ما خوب شد که ما نخریدیم اومد پایین، منتظرن که بیاد پایین اینجاها تا بخرن. اما نه، اینجاها نمیاد، پول بک بر میگرده به این خط مقاومتیه و دوباره میره مسیرش ادامه میده. به اینجا گفتم رمانتیک باشن میگن چی؟ بوسه خداحافظی. متوجه شدین؟ میگم بچه های آنلاین متوجه شدین؟ بله خیلی خوب. میگه که از کجا بفهمیم که این پولبکه یا نه میخواد برگرده داخل کانال؟ از کجا بفهمیم که میخواد اصلا کانالو بشکنه یا نه؟ توی سقف کانال اگه بود مثل اون توضیحی که دادم، از روی حجم معاملات. ولی موارد دیگری هم هست بچه ها. اینجا رو ببینید، حالا این نمودارهای واقعی دیگه. تو خط روند سعودی قیمت سهم اینجاها اومده بالا پایین، اینجا بالا پایین، اینجا شکسته، یه پولبک زده دوباره برگشته و خط روند اون اگه نگاه کنید دیگه تبدیل شده به یه خط روند نزولی. گول زده. پولبک شما بهش نگو بوسه خداحافظی، بگو گول زنک. خوبه؟ خیلی خوب. اسپایک رو اصلا بهش فکر هم نکنید. خب هیچ. اسپایک ببینید کندل هایی که خیلی بزرگ هستن به نسبت بقیه کندل ها بهشون میگن اسپایک. حالا میتونه سبز باشه میتونه قرمز باشه. ما تو بازار بورس ایران چون از این کندل ها نداریم، دامنه نوسانمون محدوده، معمولا اینها رو نمیبینیم. این دوتا نمونه اسپایکی هم که هست، حالا این مشخصه دیگه. این چیه؟ یا نمیدونم نمودار چیه، از کجا آوردمش، ولی اسپایک فقط همین اسمش رو بدونید کافیه. بچه ها ادامه بدیم. خسته شدید؟ ظاهرا این برم رومم قطع شد. کافیه؟
چون دیگه داریم